پیغمبر پیر پیر هاست، معلم معلم هاست، استاد استاد هاست. ما شما را ورد میتیا، وظیفه میتیا. با معاذ گفت که معاذ وقتی که نماز میخوانی تمام میکنی، عقیب هر نماز، 5 وقت نمازی که میخوانی گو اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. خدایا من یاردم کن بر ذکر گفتن خدا. خدایا من یاردم کن به عبادت خوب کردنت. خدایا من توفیق ده که در نعمتهای دادگیت شکر کنم. همین ذکر گفتن ترک نکن، تو همراه من در جنتی. بنابراین قومای عزیز، بچه های زیبا، شما هم این تعلیم پیغمبرتان فراموش نکنید. بعد هر نماز این وظیفه کنه خانه اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن